تربیه میگیرد. فردوسی میگه زنها را بس است یک هنر، بشینند در خانه و زاین شعرانی نر. وظیفه شما همون تولد کردن فرزند است. فرزند خوشرو کن، تربیه کن. خوشرو انشاءالله خونونش، خوشرو پوشونش انشاءالله اخلاقت. قدمالا کرده خونه و بیجانو ریحانه خون ندیده بیچاره، قدمالا درمش نخورده. من یک خانه دور میدم مهمانی بینه، نه بیچاره مهمانی کلیدی صندوقچه و یک گم کردن خنده کفته سادیان پیش ملاس خند برده که خند نیست. یک محل خیلی گوشک دو لیکاچه خند آردم بیچاره و کودکا گل گاری پایسته سادیان. من هم خیلی تلینکچه گفتم پرت افتمش. آدم خاله جان اول نکا سرکه بیچاره یکا انو کودککات بیچاره قدمال گفته چشمش دور میزنه. من اون برکه با چی میگه اینو آی خوردن مردی هم دوملا مردی هم اینو با همی سر نبکنن وای بیچاره نخورده و اگر سر میبود خدا خواهد نگاه نمیکرد و خنده و از بزرگکات خندکات کلاش کتی بیا در نزد فرزندکات مون از اون میوه ها سرش کنون خدا خواهد و تربیه کنون. با یک چیز یاد گفتن امروز زنها وقتی که کودک تولد میکرد است بین یک ماه دو ماه کودک میبرد است از شیر. میدانین با چی میفتن یک شیار اوزرو فیگورم ویرون میشود. این بچه را مکونده نیست زنه مردک برو مالیش بیار وای مالیش بوزایی شیر گاوی بوزایی خدا خودم گاو بوز میشود. قرآن 2 سال شما را برای شیر دادن امر میکنه. امروز من میگم گاو از انسان بهتر شده است. باور میکنن انا مردکاش دیان باشد گاوش بچه که نگن میگه 3 ماه کاری که زنن نجوشش که باید بخورد سیاکاش بوتونشا پلی ناز میره. این انسان که تولد میشود تیز برارش با چی میگم من خاره نمیمونم. تو وظیفه تو وظیفه تو 2 سال اگر شیر ندی پیش خدا جواب میدی انشاءالله خدا خواهد. 2 سال شیرخوارگی حق دارد کودک. 2 سال انصاف که خدا خواهد. شیر مادر میگد قرآن خداوند بسیار شفا بخش است بسیار برای غذای معنوی و همه اعضاش بود میشد. چون ناموس میکنی از بچه کرد شما خدا برای یک انسان آفریدگی است که برای 10 انسان نیکو و برای شوهرت خوش میشد. زیباگی را برای شوهرت که انشاءالله خدا خواهد. امروز بینه نکن صحابای پیغمبر بینه زناشو وقتی که صحابا از کار میگشتن میگد قسم بیگاه همه شکار میکرد لباساش تغییر